به نام خدا، هدایت الله دلاکی هستم. درس 5 تابع. برای اینکه مفهوم تابع رو خوب متوجه بشیم با یه مثال ساده شروع میکنم. شما ماشین لباسشویی رو اگه در نظر بگیرید، یه سری ورودی بهش میدید، لباس کثیف و آب و مایع شستشو، یه خروجی هم بهتون میده، لباس تمیز و آب کثیف. یعنی ماشین لباسشویی یک سری فرایندی رو برامون انجام میده. تابع همینه، یه سری ورودی معمولا میگیره و یک سری خروجی بهمون میده. و مهمترین تابعی که توی برنامه C++ همیشه حضور داره تابع مینه. الان تابع مین من خروجیش از نوع اینتجره، یعنی عدده. اگه دیده باشید تو خیلی از برنامه‌ها ریترن صفر میاد. ریترن یعنی خروجی رو داره به ما میگه و اینجا تو پرانتزش خالیه، یعنی ورودی نداره. پس بعضی از توابع ورودی ندارن ولی در هر صورت یک کاری رو انجام میدن. نکته مهم توی تابع اینه که تابع قرار بارها و بارها استفاده بشه. یعنی وقتی که ما یه تکه دستورهایی رو به اسم یک تابع ذخیرش میکنیم یا فانکشن، اون قرار بارها و بارها صدا زده بشه. ما اینجا توی این مثال اولیه‌مون میخوایم تابع فاکتوریل رو بنویسیم. بعد از using namespace std من اینتر میکنم و تابعمو تعریف میکنم. long factorial int n. این یعنی چی؟ یعنی من یه ورودی دارم از نوع اینتجر به نام n و خروجی من لانگ. قبل از نام تابع لانگ اومده، اسم تابعم هم هست فاکتوریل. لانگ یعنی خروجیم از نوع عدد بزرگ هستش. این تابعمون قراره پس یک حلقه تکرار باشه. همونجوری که میدونید فاکتوریل به این صورت هست که در خودش از 1 تا اون عددی که بهش دادیم باید ضربش رو انجام بده. مثلا 5 فاکتوریل میشه 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5. پس یک حلقه تکرار من نیاز دارم. بگم خب چون یک بی تأثیره از 2 شروع میکنم، میگم آی از 2 شروع بشه تا آی کوچکتر مساوی n هست پیش بره، آی یکی یکی بهش اضافه بشه. خب شما میخوام نتیجه رو یه جا ذخیره بکنم. اینجا متغیر f رو با مقدار اولیه 1 تعریف میکنم. چرا لانگ تعریف شده؟ به خاطر اینکه فاکتوریل سریع عددامون بزرگ میشه. پس مقدار اولیه رو بهش میدم 1 و حالا میخوام بگم که توی این ساختار تکرار بیاد f رو در i ضرب بکنه. نگاه کنید توی ساختارهامون for if اینا اگه یه دستورتون بدنش بخوایم بنویسیم میتونیم آکولاد رو حذف بکنیم. اینجا من آکولاد رو نمی نویسم، میگم f ضرب در مساوی i، یعنی f رو در i ضرب بکنه و در نهایت ریترن کنه f رو. میخوام یه تریس کردن رو هم یه توضیح بدم که متوجه بشید که جوریه. تریس کردن یعنی اینکه من دستی این رو پیش برم. ببینید فرض کنید که n من و i رو میخوام مقدار دهی بکنم. این چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید n من 5 باشه و همینطور f. خب لحظه اول من گفتم i 2 باشه، f مونم 1 باشه. خب این ساختار تکرار اینجوریه که میگه آیا i کوچکتر از n هست، یعنی 2 از 5 کوچکتره؟ بله. وارد حلقه میشه. f ضرب در مساوی i، یعنی f و i در هم ضرب میشن و حاصل توی f ذخیره میشه. خب i من 2، f 1، 2 یکی میشه 2 تا. حالا من پایینش می نویسم که در واقع به معنای اینه که من یک دیگه ندارم توی f، دیگه توی f 2 نشسته. i پلاس پلاس میشه 3. دفعه بعد دوباره چک میشه 3 از 5 کوچکتر یا مساوی هست؟ بله. در هم دیگه ضرب میشن. f و i در هم ضرب میشن. 2 3 تا 2 ضرب در 3 میشه 6. i یکی بهش اضافه میشه 4. باز i کوچکتر مساوی 5 هست؟ بله. f و i در هم ضرب میشن. 4 6 تا 24 تا.
آی میشه 5. 5 کوچکتر مساوی 5 هست، بله. 5 و 24 در هم ضرب میشن میشه 120. آی میشه 6. الان آی کوچکتر مساوی n نیست، 6 کوچکتر مساوی 5 نیست، تموم میشه. نتیجه 120 برمیگرده. 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5 میشه 120. جواب باید 120 برگرده. خب من این فانکشن رو اینجا تعریف کردم. حالا ببینیم چجوری استفاده میکنیم. میام توی برنامه‌ام مینویسم مثلا int یک متغیری، حالا من دوباره همون n رو تعریف میکنم، میگم که cout حالا یک عدد، بعد میخوام این عدده توی n ذخیره بشه، این n، پس از ورودی من عدد رو میخونم و حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام این ساختار رو بنویسم که استفاده بکنم در واقع از این تابع. میگم cout کن، اسم تابعمون هست فکتوریال، دقت کنید عین خودش باید بنویسیم فکتوریال n. این کار رو بهش میگن فراخوانی تابع، یعنی من اسم تابع رو مینویسم، ورودی رو داخلش میذارم. اجراش بکنیم. F11 یک عدد را وارد کنید، یک عدد مثلا میگم 5، 120 چاپ شد.